تو سکو این گروپ هم بسخته گروپ تا خونه هم بسخته گیلا گیلا بیا اینجا بده با بله سرشونه که بالا شتال زدی کلشتا آسته گلم تا سرمون نزنی میگم بله بابا هم یه خیز میری با بازار 2 تا گروپ بسنیری میاری خب آنه خب شاید نانه داشته باشه از کجا آوردن نانه آنه سکو یم ساعت دیپه نی خیلی کلون باشه نی هم خیلی خورد هم میانه های دونه پیگری های بستو پیگی آه بده دیگه خوبه کیاره دیگه ولی خیلی فقط خب نچله میام برو میچله حالا هرقم نچله میام از اینجا سرگردان میشم برو اگه میشه به 40 هم دادم بستونم برو دیگه پا بیلا همه میرو سر سبستان میرو دادم بسته کردم من بسته کردی؟ خاطری؟ خورد سبستان بابا دوستانی سلام جناب خوب خیرات جناب تیراست خیرات جناب اشتری راست کجا گلی جورات تو میگه سلامت باشی چی کار داشتین همین عمو یک کیسه مال لازم داشتن از او کیسه مال کیسه مال گفتم میای کار میکنی مال پیار ما برو ما کی بیام از سر صبح وقت مگه بیاین دیگه ازم 4 بجه صبح بیاین تا 9 بجه بعد 9 بجه تعطیل میشه با تا به 2 بجه بعد 2 بجه تا ساعت 12 بجه شب خوبه دیگه خوبه دل جمع باشم خب باش کار نداری خدا ایاز من چند سیم پیار ما چون چه کار کنم نه مگر برم با دیواره بپرسم بابا این کی میت بیامده دیگه خودم خوش آمد میکنه کسی که گیلک بیچاره از من دیگه بودال بیامده به غلا خود باز میکنه مگر خودی گپ زن سلام گیلک جان خوبی خیره جانت بخیر بخیر سلامتی ما از تو دیک بودم و اشته با بغلا خوب کردی بری من یعنی ما گفتم دیگه تو واقعا از من عبد اشتی کردی نه اشتی نکردم پیان میگفتم برو مگذست چه گذر برو بغل من پیان میگفتم برو مگذستیم بخستیم لامپا خونه ما بسخته یک ضربی یا یک ضربی متوجه نشدم دیگه بابا من 2 دفعه میدن خوش آمد میکنه به حیات من میره چند بیرم پیار ما برو مگذستیم بخر الان 1 سانت کم بیاره ما میگم من قال مقال میکنم حالا تو خودی من خوش آمد کردی یا نه من دیگم از تو چی خوش آمد کردم من پیار من برو مگذستیم بخر برو بخیر بشی برو خدا یاره این تو لامپا سنگینی نبوده این شد لامپا سنگینی اینو من این برای چی رای کردم و من چی آورده تو سیکو لا اله الا الله من اشتفم خود از این بابا بگو برفتم آخه برفتم تا کوچه مردم خودم خوش آمد کردم خب دستم ایتی بیده که مرتگه خیال که من خوش آمد میکنه خودم بغل کشی که عیاد من برای که شما گفتیم برو مگذر سیمی بستو خب سیم برق بستو اندازی و عیاد من برای پس بیامدن گفتم دوباره تو دیگه برای چی رای کردی بدون دیگه برای چی رای کردی بدون تو کی سرسو برات قروت یا گروپ چی گروپ برق بگه میفهمی یا نه با من چی آوردی
اینو چکار کنم؟ خود شما گفتین گرود. گروپ برق. نگفتن که گروپ خونه بپشیده، گروپ خونه بپشیده. نه که شما اصلا بابا ما بگفتین گروپ خونه بپشیده بگفتین. تو کی دیگه به تو بگم یک ساعت؟ من گروپ هم سر تو نمیشه. اما گروپ چیه؟ گروپ کدوم؟ لامپ برق. پس چیه دیگه؟ لامپ هم میگم، گروپ هم میگم اونو. که تو به من گروپ آوردی. خب شما به گروپ ولی چیزه لامپ برق میگم. میگو تو لامپ بسوخته برو لامپ بخر. میگو کولین کو کابل که به تو گفتم ببره. شما چی گفتین؟ آخ من هموق در گفتم. کو کی دست خود؟ هموق در میام 2 متر دیگه. 2 متر. خب ما همین که بودم من. تا به گفتم عیاد من نرم دست آخر میته کردم. برای تو مرتکا به تاثیر به طرح خودم خوش اومد. یعنی زبون ندیش که من بگی 2 متر لین بده به من. که تو دست آخری تا به غلا خوا کشیدی برفتی به بازار. خب شما نگفتیم اندازی آموک زد. با زبونم میشه گفتم مردی اون نکردی. خدا توردی اون نکنه. خب با زبون اگه میگو تو الان مثل گروتا میشد دیگه. وقت مردم برم. بخی. با کجا برم؟ بخی برو پیلا بسو. بخی. لامپ برق بستنو؟ لامپ برق بستو. وقت دیگه مردی اون نکردی اصلا. سیم هم بگیم چی اندازه؟ این 2 دفعه 3 دفعه. 2 متر. 2 متر که میتونی بگی نمیتونی. برو دیگه. اندازه رو نگیری میتر. نه با مرتیه بگیم میده. برو دیگه مردی اون نکردی دیگه. برو دیگه. 9 متر سیم برق. 2 متر. 2 متر. 2 متر ها. خوبه. بده. 2 متر. همه قروی تا آورده. 2 متر. 2 متر. 2 متر. دیوانه شده من دست ازی. گروپ 2 متر. گروپ 2 متر. گروپ 2 متر. گروپ 2 متر. گروپ انگیلک گروپ نگو خودی خود رو گپ میزنی بس سرقی شدی نه پیار مرای که نمر برو چیز بخر گروپ بخر اینا که نمیپاشه خب انا طرف تو میواز گروت است تو میگو تاگینا نیانال میگه 2 متر همه تا گفته میرو عیاد مناره خب برو همه چه خور به زحمت میکشی چه؟ برو به دیکن بگو کاکا 2 متر لین چه اینجا برو خودی خونده میری گوت عیاد مناره انا من میشه میگم برو مثل گروتا نشه مردم تو ببینن میگه البته دیوانه شده بیا از این مار پیار من دیوانه کردم چند متر بدو؟ گروپ 2 متر گروپ 2 متر گروپ 2 متر گروپ 2 متر بابا برفتون نه سلامه نه هیچی اصلا عقل کمال به وجود تو دیگه پیدا نمیشه بابا. خب ما یاد ندادین دیگه یاد ندادم. اگه من ترکش تو زدم تو خوب یاد میدم. برفتون گفت مرتگه گفت ما دشمله داریم انه چای سیاه داریم مثلا مثل چی و چی و چی گفت گروپ 2 متر مال از تو میشتن گفت ما گروپ 2 متر نداریم چی گفتی؟ یک دفعه تکرار کن. شما نگفتیم با مرتکه دکاندار مرتکه دکاندار گفتم گروپ 2 متر بدیم و ما 2 متر گروپ نداریم محتوی تو گفتم که 2 متر گروپ بستو. خب ما که گفتم اول صبح گفتم ایته گفتم نه با مرتکه مستقیم بگو گروپ 2 متر بده من اولی تا نرفتم که با مردم خودم بغل کشی کردم اگیلک با توی تا نگفتم گفتم 2 متر لین بستو دو تا هم گروپ بستو چرا کلمه خراب میکنی بیشتر تو از این کلمه دیگه چیزی میشی تا به که دیگه رنج تو ببرم یک روز دمیانم میخنده که مرد زن بده تو رشته زن بودم هم گروپ هم 2 متر رو شده خب ما از اینجا به پیش مرکت نکردم گفتم 2 متر بابا جان با تو گفتم 2 تا گروپ بستو 2 متر هم لین من البته میگن 2 متر گروپ بستو نگفتیم که سیم بستو اشته اصلا لنگ خراب بکنیم میکنه سیم برق
آخمور گفتون دیگه من گفتم 2 متر سیم برق بستو دیگه با خدا بابا تارا میرم حیات ما میره رمضان رای کنیم اما تارا میرم حیات ما میرم مرتکه که بده دیگه بچه که به تفرقون شیشته بودن چیز بود خدای تو به عباس به چمسایه از این پرسان خودم اختلاط که حیات ما بره مرتکه از ما بپرس حیات ما میره اگه دیگه گفتی من زن داده کله طور میکنم دیگه نگی که من زن داده او تو میفهم که زن منه دیگه او تو میفهم که زن تونه او تو میفهم دیگه با کار کردنم میفهم که کارم بکنی یا نه رمضان باش ما میرونم از این جمع میکنم یا سگو بابا چی مایا یا سگو بابا چی مایا حیات من میره تا حیات تو میره بله بابا شما تا کی هوشیار میشی شما برو رو تا به کی دیگه غم شما رو بخورم چاره بابا چه کار شده مرکو دیونی جون نبکردین چه کار کردیم بابا هیچ گیله که ری کردون امرو بله قطع نما خدا فقط چنار میمونه خب برای 2 تا گروپ ری کردون 2 متر لین یک دفعه رفته به اون 2 تا شیشه قروت آورده انول بار رفته چی گفته به دکاندار گفته 2 متر گروپ بده گروپ هم 2 متر بشده او به این گپا چی میفهم بابا هم شما برای من میگفتین که تو را کجا پیدا کنم میگه من برو در ساخو بخونم با اسکیل ما پنچر شده دیوارتون که پنچری گیرم خوب خبر بستو مینار دیگه 2 متر لین بستو بله 2 تا هم گروپ بستو خی خوبه گیلک نه استون دیگه این دفعه که بستو 4 دفعه نشه خوبه مرد دیونه جون نکردین